سلام خوبه در حق این خبردارا دعا کردن ان شاء الله ما دعا کردیم کسی اون آرزو دارم خداوند همه تا نصیب گردونه همراه پدر مادر رفتن به خونه خداوند زیارت کردن همه کسا لایک ابوجق برادر که مردم مسلمان ببینن که چه کاری خیر کردن بهترین کار برای پیشروی هر یک برادر مسلمان ما از فدراسیون روسیه رفتن آسان و قلای بهترین دوستان عزیز روزگیری کی اومدگی ان شاء الله مادرم اکام اکام مادرم ماشاءالله ما برادر تاجی خدمت ان شاء الله که حج عمره روی کردگیم پیشگیری نه مادر پدر و برادر ان شاء الله کناو چه مراد داره در مورد همش قایدوی با پنجه بارینه هم جا زیارت کرده خوش خرسندانه ای هزار آمد در زبان جانم که دیگر نمیدونه از ازبکستان هم تاجیکستان هم روسیه از همه جا هستن دیدن که بسیار نفر اومده دست به سوی خداوند میبردن دعا طلب میکنه هر چی که آرزو در دل داره خداوند عملیش کنه هر اون نفرانی که در زندان خداوند صحت سلامت به نزد پدر مادر و زن فرزندانشون ببرن هر اون کس که آرزو داره که مکه الله خونه خداوند مهربان همراه پدر و مادر زیارت کنه خداوند نصیبش بگردونه. مرکز خدمترسانی زیارت شاب همروزه از ساعت 9 تا 12 شب با وقت مسکو با داروها و حجامه خود در خدمت شماست. از جمله هر گونه مزها برای استخوان درد و پادرد و اینچنین داروهای ترکی برای پروستاتا، دارو برای رزاندن کرم اشکم و روغن ماهی برای روشنایی چشم. از فرمای عربیان مید و سنمید هر نمود علفهای گیاهی با عسل آمیخته شده داروها برای بسیاری از دردها. هر گونه صابونها برای داغهای رو و دستها و اینچنین شامپونها از فرمای تریچا برای نریختن موی سر و اینچنین خوشبوییها از دولت‌های عرب و ترکیه با نام شیخ و شیوخ. امیدوارم که به شما ان شاء الله که پسند میآید. عموما ما کوشش میکنیم که برای شما محصولات‌های بهترین را پیشکش کنیم. برای تماس بر رقم‌های باوری ان شاء الله که در تماس باشید. با خیر در امان خدا. السلام علیکم و رحمت الله. رحیم پروداکشن. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم هر یک شما تنسیت و خانواده هستین. دوستان عزیز پس منظری که ما میبینیم اینا برادران عزیز محسنون مرکز خدمت رسانی حج عمره برادر عزیز ما برادر تاجیکی ما که الکه ما دن نوار پیشینه را به هر یک شما پیشنهاد کردیم از آفیس برادر عزیز ما با خبر شدیم صحبت کردیم اوید نرخ نوای رای کردن حج عمره از تاجیکستان و از فدراسیون روسیه نگراجنسی اسنگ و گراجنای روسیه. دوستان عزیز امروز مختصرک برای هر یک شما معلومات میتیم حقیقت بدن جای کاری اکا اسلام الدین انمی شرکت محسنون آیا حقیقت داره یا پول زیادی میگیره شرطنامه دگاور همش از موارد که شما گپ میزنم که آدرسی پرش کجای میتونیم بریم از نزدیک ببینین و ورقه‌ای که شرطنامه داره از نزدیک شناس که آیا کاری همین حقیقت داره چقدر مبلغ در سر همین ممنوع برای خودش مثال تا کجا را میبره تا کدام جا را همش پر معلومات میتیم ان شاء الله همراه اکا اسلام الدین و میدرویم از حالش با خبر میشین. دوستان عزیز ما را همسفر باشین برای خاطر پیشروی کاری ما یا لایک دریغ ندارین. دوستان عزیز رفتیم اینا برادر جانو بیو السلام علیکم. نصر زندگی بهترین خوش آمدید برادر. خوش آمدید با کلبک شما اما تنجا که میشوه اکا جان ما اینا نور بردار در درون ششتم بعد میشوه اول یک معلومات برای برادرانی که کمتر گپ چپ در سامانه‌های یوتیوب بعد نوار کردن خدمون نشد نرخ نوو رفتن اومدن باز میخوام که برای برادرای مرا 100% اول کردن یک دو سوال دیگر بتونم قبول یکم چیزی ما پرسیدم که کم کم معلمی هم میکنی خدر قطورش کرده ایجا ده اکا ابراهیم دیدم معلمی نیست در کجای دو برنامه ما هستن که الحمدلله ما در یک ماه 8 تا برنامه در جای شدیم از کامفورت از اکونوم 10 روزه سر کردگی تو اکونومی 19 روزه 14 روزه 19 روزه و کامفورت مقصد الحمدلله که تو ماه ینور همه برنامه‌مون مقصد پیشنهاد کردیم کدام برادر میخواد چطورش معین میکند ان شاء الله نمایش میکنیم روان میکنیم برنامه ما یعنی این سخیمه کوری شما که هر یک کدومش روشی برنامه چه داره کامفورت چند روزه و معلومات مختصر درباره‌اش هست یعنی برادر از چه ببینید این برنامه اونجا همه جا پر شدگان خرج دادگان تو چند با که جون این حضورش الحمدلله تا 10 نوامبر همه برنامه‌مون پر شدگان الحمدلله خرج دادگیم از 13 نوامبر 17 نوامبر 24 نوامبر 9 نوامبر
بوده کمتر جای داریم الحمدلله که رفتگی تا ماه ینور بعد حاج اکاس نومدین جان گفتن که تو 10 نوامبر جامون زنی تای یک یگون برادر ما باید حتما میخواد که همین یک دو روز پس برا تو 10 علاقه که بگرده بیا در این حالت چیکار میکنیم برادر؟ خیلی یک چند مبایم شد یک چند بار خیلی سیتواسیون هم شد الحمدلله مثلا مادرشون نویس کرده بودن یا یگون پدرشون و خواستن که همراهشون با سفربر شوند که مقصد خدمت رسوندن یا کسی داد مقصد برادران وظیفه فرزندی را بجا بیارن یعنی در کنی مقدس الحمدلله ما خیلی برادران را دستروشنی بلیط مقصد گرفتیم نرخ کمتر قیمتتر لیکن ما گرفتیم در همون ریس توغری کردیم الحمدلله کمتر نرخش مقصد قیمتتر که الحمدلله میتونیم که جو کردن یعنی وزموج نیستی هست یگان نفر که سروستیما یا الحمدلله خیلی وزموج هست الحمدلله ماشاءالله بهترین دوستان عزیز ما اومدیم از دیداربینی اکاس نومدین با خبر شدیم و یک چیز دیگه به هر یک شما برسونم با اکاس نومدین جون شما چخیل اکجون ما یعنی انا برادرانی که ما را تماشا کردیسن ما از نوم انا ما همچون نماینده ما قطعا شما گپ دیسم هر یک کاری که میکنیم همونو بران ثواب باشن برای ما اگر که گناه باشن برای ما برای که ما سرکننده یعنی کار هستیم در همین فیلم و ما در همین کانال شما چخیل ما را اثبات کرده میتونه که همین قدر آدمایی که شما روی کردگین قناعت بخشن از جای گسنیسا از جای واخوردن از راه بلد از رفت آمد از همش یعنی قانع بخش هستن که ما از فیلم شما رفتیم ما 100% راضییم چخیل ما همین را اثبات میکنیم در ماه جان الحمدلله که عبدالرحیم ما چخیل گفتیم هر ماه یک 200 300 نفر روان کرده استودیم همش الحمدلله راضی یگون مشکلی نیست لیکن برای اثبات مقصد چیزی میگن هم دکازات لیست اگر خواهید امروز ساعتای 4 مقصد یک گروپمون از حج بر میگردد اگر خواهید بهتر خوبتر میشه که ببریم از زبان همون با حجی بشنویم زیرا چون که یکم آب زمزم بنوشیم و از زبان هوای بفهمیم که شرایط چه رفتن چه بود چه حسیات قطعی رفتن و بیا خوبترش میشه خوبترش رویم ایابو پرسیم کرد یعنی میگم اگه طوفان مودم آوردیسن الحمدلله زمزم کویت ماشاءالله گفتنی که اکجان هر چیزی که میکنیم با زبان و فکت دلیل قطعی گپ زنیم البته ما نمیخوایم سخنی مقصد پستای گم گفتگو هوچ خیلی پوچ میخوایم که برویم از جوش از ایرپورت همه را استریچت کرده حجی را زیارت کرده ان شاء الله اتفاقی خود ما گرفته و از اونها پرسان شویم که خوبتر میشه پس دوستان عزیز بیایم وقت قیمت شما را نمیگیریم وقت قیمت خودمونه همه کسا میریم همه کسا شما پیشت کامera ما و برادر عزیزم رو پروی کامera ایرپورت دمادیدف جایی که او دو روی کردیم و جای استریچت دیگر جایه همه شازی ایشون میتونید دوستان عزیز فقط ما همسفر باشیم با زیارت حاجیان این خودش ماشاءالله یک بهترین چیزه حتما در اونجا میگم که در حق برادرایی که آرزو دارن هوس دارن میخوان مادر پدر عزیزشون برن با میخوام که از زبان حاجی‌ها یک دعای خوب بگیریم چی رو برادر فقط نکشین درچش میریم السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن دوستان از یک بار دیگه السلام علیکم چخیلی که اکاس نومدی وعده داد اینا ما سفر داریم به ایرپورت دامادیدف خوزی هم فکت دلیل رو هم زبانی هم ویدیوی به هر یک شما پیشنهاد میکنیم که چقدر برادرها از نام کمپانی اکاس نومدی رفتن و چیها را دیدن چخیلی استراحت و مکه و گسنیسای میستودن براشون قلای بود خوب بود همش ان شاء الله از نام برادرها طریق نمی ویدیو به هر یک شما پیشنهاد میکنیم اکا جون شما بریم ان شاء الله قریب ما عزیز کم تر که صبر کنیم ان شاء الله ایروز صد رفته استم ایرپورت دامادیدف ماشاءالله اینا دامادیدف ایروز صد چخیلی معلومه رفته استم دیگه یا صد یا صد دو تا دیگه بلندش کردیم کلی کامera را میسپریم ان شاء الله کامera داره ما باشه ان شاء الله میرسیم تا ایرپورت دوستان عزیز چخیل به هر یک شما وعده دادیم اینا بعدی 5 دقیقه ما علاقه رازین در ایرپورت دامادیدف شهر مسکو و به هر یک شما میگم که امروز ما پیشوازگیری انام حاجی را و زیارت کردن حاجی و خودش یک بهترین کارای به هر یک شما پیشنهاد میکنم که از فیلم رفتگی ما برای اونها قناعت بخشید یا نه همشه پر معلومات میتونم به هر یک شما برادر جانا آرزو دارم خداوند همه تا نصیب گردونه همراه پدر مادر رفتن به خونه خداوند زیارت کردن همه کسا لایک ابجق برادر که مردم مسلمان ببینن که چه کاری خیر کردیم بهترین کاره برای پیشروی هر یک برادر مسلمان ما از فدراسیون روسیه رفتن آسان و قلای بهترین دوستان عزیز حاج ما میدریم درون برای پیشوازگیری برادرای قند جان جگرمون رفتیم دوستان عزیز
عزیز این همراه اکا اسلام الدین ما درون ایرپورت درمیم همه برادرها انتظار اومد حاجیان ده و اکا اسلام الدین جان جای روسی شهر گفته که برادرها حاج از کدام شهر پدیده میان؟ اکا ابراهیم رئیس از شهر جیده پدیدن، شهر کایر و از شهر کایر پدیدن الحمدلله مسکو ساعت 4 سمالی 6 الحمدلله حجاج برآمده هستند الحمدلله یک گروه حجاج یک 3 4 نفر روز برآمد ان شاء الله باقی موندهش همش از ما همراهشون استشهاد میکنیم و همراه اون دولتی که استشهاد میکردگی همه ان شاء الله اینفورماسیون را میفهمیم همه حسیاتشون ان شاء الله و زیارتشون میکنیم اکا. نه دوستان عزیز ما انتظار حجیات دوستان عزیز خدا نگهدار. السلام علیکم. ما باشید. لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. سلام علیکم برادر. سوزی اکا خوبی؟ نام مناسب شما؟ دوست جان. اینجا پیشوازگیری کی اومده ان شاء الله؟ مادرم اکام پیشوازگیری اکام مادرم. ماشاءالله ما برادر تاجی خدمان ان شاء الله که حج عمره روی کردگیم پیشوازگیری هم مادر پدر ام و برادر ده ان شاء الله. نه ما وطن چی شما سوس کامل نیست. یعنی از فلکم نام مناسب شما برادر جان؟ جمعه پانوچه پیشوازگیری کی اومده؟ پدرم و بیبیم. ای ماشاءالله یک لحظه هست که هم دل زیارت کردگن و ان شاء الله با برادرایی که تماشا کردن میگم که خداوند همونا رو هم نصیب کنه همه خونه خداوند. امیر روزا برا سونا سوق سلامت روان. اینا ماشاءالله بهترین دو برادر دیگه. سلام علیکم دادر جان. شما کی اومدگی؟ پدر بیبی. پدر بیبی ماشاءالله این برادرم همسایه بوده گفته تو خانه اونا اومده. برادرو ببین دوستان عزیز همه وقت خیلی برادران تاجیک اگر یک از برای 10 کس دیگه با پیشوازگیریش میاد. آمین الله. اینا برادرای عزیز الحمدلله اینا حاجی ها رفتن سر کردن ماشاءالله. باز اینم بده اینا ماشاءالله نگاه. سلام نصر خواه در حق این برادرها دعا کردن ان شاء الله. ما دعا کردیم کسی امید دعا برا دوشون کردیم. الان رفتن چه خیلی بود همه چیز حقیقت داشته یا نه؟ 100% همین کامفورت بوده. جای خوشون اتوبوسو نگو خیلی خورد خروج یعنی که چیه که در روی خط به جای زیارت همه خیلی رفتن راه بلد چه خیلی بود خدمت رسانیش سخنرانیاش راه بلد هم دوره مثل آدمای خمورا انا نگو کمبودی نیست برای مو کسی رفتن باشه اینا کم خطی چیز کنم 100% نگو خیلی هم کسی که امیدی خونه خدا رفتن داره خداوند آمین خونه خدا موفق گردونه و روزه پیغمبر خدا را وقت زیارت کردن خدا نصیب روزی گردونه و چی مراد و مقصود دختر باشن خداوند رسونه. اوچا جان یاد دعای دیگه شما مادر جان الهی پروردگار خدا یک عمری دراز تیمی حج رفتگیان پروردگار رفتگی حجشون قبول کنه و چی مراد داره در مورد همش قایدوی با 5 پنجه بارینه همه جا رو زیارت کرده خوش خرسندانه آمین. ای هزار آمد در زبان جانم. السلام علیکم. حاجی سازن خوبه هر جا قبول شما خداوند رحمت چخیلی ای کمپانی برادر عزیز ما رفتن خدمت رسانی چخیلی حقیقتا خوب زیارت کردین؟ خوب زیارت هم صد یکون کم بودی نیست. خداوند با آدمایی که نیت دارن و هم شرکت رفتن بروان خداوند همون جای مقدس خداوند نصیب روزیشون بگرده. ای ماشاءالله آمین الله اکبر. همش چی گفته بوده گاهی یک دستنیسا جای زیارت همش هزار آمد جان خداوند اشما را قبول کنه ما را نصیب کنه آمین. خوب جان خوب سلام علیکم ساز برادرم خوبه قرچی ای ماشاءالله یگان حاجی اومده چی ما حاج اومدیم همه ای بهترین قرچی شنو قرچی همون سلام
بیا دست سوجی رو بگیم هم قشلاق ما بوده خدا قبول کنه آمین الله اکبر همه تنجا خوبه فوجا چند داری بگو ماشینا بنجا رو بیاری چخیل اکا جان؟ سوجا تنجی نسل امنا کرا خوبان همه تن زندگی خوبان اکا جان اومد اومدی حاجی ها همین خیلی آبش دور بگیمش اینا ماشاءالله نگاه یه لحظه هسته گلا توفکنی برادارا اینا نه حاجی ها برامدن از سر کردن دمی دردم ماشاءالله یه حاجی ها خیلی سالوانه که تغییرات کرده الحمدلله برموشه بنتو دوستان عزیز برادران با درجه هجومات بسیار که دیگر نمیدونه از ازبکستان هم تاجیکستان هم روسیه از همه جا هستن دیدن که بسیار نفر اومدگی رفتگی بوده این شرکت بوده که بسیار شهات اومد معرفی نمیکنه که همه همشهری خدای فرق نداره کسی پیش اومد که شما رفته سن ماشاءالله بهترین این خبر اومده سه خدمات خیرا حج کردگیشون با درگاهش قبول گردونن ما هم نصیب کنه ان شاء الله آمین مالشه خیلی بگیم خطیر میگی کی می بچه سنه بجوان چه خیلی؟ Ассаламу алейкум ва баракату, дорогие друзья, вот брат тоже с нами перед. Уже третий или четвертый раз как бы езжу. Каждый год, нашел. Ну, не каждый год, как из-за пандемии, там немножко с визами вот, тяжело, то есть с сертификатами на вакцинацию у нас проблема была. Тяжело было ездить из России. Вот. А какие впечатления у вас о компании, брат? Как сервис, как бы, как оценили было? Как бы, ну, как бы братья Амар Суфьян стараются, как бы, чтобы были позитивные эмоции, как бы, чтобы стараться для каждого половнику уделить время, то есть, чтобы, как сказать, ну, никто не остался обделенным, чтобы одни позитивные эмоции были, потому что от Умры мы все-таки идем туда не на море покупаться, это все-таки малый хадж, чтобы все правильно было, без всяких там изъянов, чтобы коротко и быстро сделать и уже... В общем, как бы довольны компанией и программами. Да, как бы братья раз делают уже, как многие уже не первый раз, я знаю, есть с ними довольны. Раз не первый раз, это значит довольны всеми, как бы, альхамдулилля. Ну да, если человек один-два раза берет услуги, значит он получается довольный. Альхамдулилля, джазакаллах хайр, пусть Аллах примет, и нам тоже даст возможность почаще совершать умру. Баракаллаху фик, брат. Ассаламу алейкум ва баракатуху. Ва алейкум салам. Джазакаллах хайр, брат. Баракаллаху фик. برادران عزیز چند قیتونیستیم چند نفر تونستیم اینترویو گرفتیم هزار رحمت کلام برای سخنرانیشون برای سخنای نک گفتن برای هر یک شما و برای ما الکای طوفان دادن آب زمزم اینا خیرمو بسم الله الرحمن الرحیم میگیم اینا اکا جان بگی کو اکا جان ما اینا Промой сукари аз Мадина Мунаввара. Тоза шая? Тоза шая, натуральный. بسم الله الرحمن الرحیم بهترین. اون زمانی که با دو خدا نکنه چه نیت دوری هم قطب یک گفته دو خدا بهترش ان شاء الله بهترین بسم الله گفته وقتی تمام کردی الحمدلله میگم ان شاء الله یکم دعای میکنم در شاهدی برادران کنم یک از خوردن دیگر کس هم از دو بهره بردنم میام خوبه بخورم شاید یک از آدم اولا خداوند میگم که تمام بیماران رو شفای کامل بدن هر آن شخصیتی که امید بر سوی خداوند دارد دست به سوی خداوند میبرداره دعا طلب میکنه هر چی که آرزو در دل داره خداوند عملش کنه
هر اون نفرانی که در زندان خداوند صحت سلامت به نزد پدر و مادر و زن فرزندانشان ببرند هر اون کس که آرزو داره که مکه الله خانه خداوند مهربان همراه پدر و مادر را زیارت کنه خداوند نصیبش بگردونه. هر یک بنده که در روی زمین چه آرزو و هوسی در دل داره خداوند به همه آرزو و عملش برسونه. آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. الحمدلله. خداوند ما بعد میکنه. خیلی یکم چند بار خوردگی تو فختون اکه عبدالرحیم ان شاء الله هم خرمای از مکه مکرمه برای ختم. دوستان عزیز یا تایتانی پاپسچیکو میخریم تا اون خونه ببری. خداوند نگهدار. تماشا کلاس از زیر کار میشوه. هزار احمد کلام برای یک نوار فیسق فساد در تماشا کردن 10 یورو رفیق دوست برادر ترای میکنه. یک کاری خیر برادر ترای که شاید که از دعای کردگی ما از همین کاری بهتری ما همو برادرم خداوند در دلش میدوزه و با هم خونه خداوند زیارت میکنه ثوابیت هم در میرسه. همه کسا یا لایک دریغ نداره نه کانال همین برادر عزیز ما در محسنونون دا ابونه شین برای معلومات خوب و بیشتر برای خودتون یاد گرفتن دانستنتون بهترین کار. دوستان عزیز الله هر یک کدومون حفظ کنه در همین نماز چون خداوند گناهامون عفو کنه. خیر دوستان عزیز. آمین. خب